سلام بچه کونیا، خوب کونی شد اینا. حالا بگو ببینم کون میدی یا نه؟ حالا همه بچه کونیای قزوین رو بردی که منو بکنن؟ خوب کسی شدی دیگه. آره این مادر جنده راست میگه، منم بعد جوری کیرم راست شده. آخه آره خارکسته، خوش میخوام بکنمت. مگه من پرزه نمیخوام منو بکنی؟ خارکسته. آره همینطور که گفتم، من هر دوتاتونو میکنم، ولی اول تو رو. بسه بیخیال کس خار دپرزر. این قولخه رو میبینی؟ کیرش 20 سانته. من شاید کونم خیلی تنگ باشه، ولی من به هر خری که کون نمیدم. من که دپرزر نیستم، یه جنده. ما این همه راه اومدیم، حالا میگی کون نمیدی؟ من کون میدم. چی؟ آره من همیشه خواستم تو منو بکنی، اما تو بوی گو میدی. تو هم همینطور. کس ننت بچه کونی. فاشتا محسن، بذار من اینو بکنم. این خارکسته اصلا قابل کردن داره؟ من ثبت کون مثل این میکنم. تو رو خدا داداش بذار من یک کونو بکنم. کیرم راست شده، 2-3 ماه کون نکردم. این کونش حتما خیلی تنگه. نگاه کن. خوب کونیه. خب گاییدین. خب خارکسته، پاشو برو کونتو بشور، منم میرم کیرمو بشورم. کونت پاره است.